در حقیقتا مسلمانی، در حقیقتا تاجیکی، دلت میگوی که من تاجیکم، بعد تاجیکا دل میسوزه، همین نوارا پنگ. برای چی میگم تو دوستان؟ التماس یا لایک یا کامنتاری، برای که خواهرای میدونم بیکار خوان در مسکو، برادرای میدونم که بیکار خوان در مسکو، چون کار نیست خنکی. اما بابا جان با شما اولش پروردگار کار یافتگی که جای خواه میته فقط مردها را با کار تامین تو مینا بار جمع کنک، پلوس این فورات کوریر اگر ولاسه در نداشته باشی اما مپیت جای کو احسای شرکت میتیاد فقط زریادش میتی. اگر بخوای پروای تاجیکی داری، پروای ارسی داری، ماشین داری، ماشین تامین میکنه، فقط کار کو. بچه‌ها را والاش سوال دادم از اینجا 140 150 120 همین کار کرد. از یادش ده هفته 40000 کار کرد. با هم خاطر پهن کنی مثلا حجتش حجت داشته باشه، پاتنتی مسکو پد مسکو ضرر نداره، به حجت هم ضرر نداره. پروس با میترسم با بچه‌های خود میرم بزی میبینم که اونجا به حجت کار کنه. با هم خاطر چیزی گفتن نمیگم. با هم خاطر بیای صاحب جای کار التماس نوارا پهن کنی. والله قسم کاری بهترین اولش پروردگار کار کردی، چیزی که همو دوستان صاحب شرکت را میگذاره این مومنتاش اجرا کردی، دستمش اولش پروردگار من خودم جواب میگم. اما نکردی او وقت زغزغ نکنی. بچه‌ها جای خوب هست، زنها نیست، اما ابشیت همسایه داره 8000 3 4 زنکی میستن. الله نگهبان. السلام علیکم. این برای بچه‌های اینستاگرام برادر از جای خود داره خشم کلوب شنو داره بختوار. چند کاش دم شرکت کار میکنی؟ یک سال باشه. فاند فریب نیست خود کوریر یا ولی که ده سال هم شرکت آوردن ما مقصد تدبیق گرفتی یا اگر سکرین نباشه چند سومی کار کردی ما روزش 7000 بغل ما پایان 50 منطقه جای خود همینجا یا که دیگر جا می مقصد همه جا میتونن نه که خود دیگر جا ما دیگر دیگر جا میفرستیم سویت خود با مردم بیان کار کنیم جای فاند سودا فریب نیست نه 100% همه شنیده الله نگهبان.